سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من خیلی عصبیم، نمیدونم چرا و از صبح دارم پاچه میگیرم، راست میگن. و اینکه الان امتحان داریم و دیرمون شده. ساعت امتحان داریم الان 5 دقیقه به 3 و توی راه دانشگاهیم. 3 ساعت تو پارکینگ قراره علاف شیم. خلاصه بعد همه اینا به کنار، امروز یه مصاحبه کاری باید برم و خیلی نمیدونم که دقیقا چیه. استرسم ندارم براش و اینکه هیجانم ندارم. انقدر که رفتم و اون چیزی که فکر میکردم نبوده. آش تو ویدیوم هستی. انقدر رفتم، نه یا این ور خب انقدر رفتم و اصلا اون چیزی که فکر میکردم نبوده و خورده تو ذوقم و اصلا حال نکردم که دیگه نه هیجانی دارم نه استرسی دارم. خونسام انگار نه انگار. برای همین ولی خب دلم میخواد که اوکی شه اگه خوب باشه شرایطش و به من بخوره و اینکه دلم میخواد یه درآمدی داشته باشه، چون میدونید که من بیکارم. بچه من از اون موقع که بیکار شدم همه جا بلندگو گرفتم دستم، اینجوری هم که من بیکارم. و یه چیزی رو فهمیدم، شما حتی اگه پول تو جیبی بگیرید از خانواده‌تون، از نمیدونم مامان بابا برادر خواهر دوست پسر، از هر کی که فکر کنید پول تو جیبی بگیرید، هیچ وقت اون حس درآمدی که خودتون دارید رو نمیده و اون اعتماد به نفسی که کار کردن بهتون میده اصلا قابل مقایسه نیست با چیزی. برای همین دلم میخواد که این کارا اوکی شه و فکر نمیدونم چرا فکر میکنم که اوکی نمیشه، چون که میگم انقدر رفتم و خورده تو ذوقم دیگه حساب باز نمیکنم این چیزی تا مطمئن نشدم. ولی خب دوست دارم که بشه. امتحانم الان شد 14:57 دقیقه، 3 دقیقه دیگه امتحان شروع میشه. ما تو راهیم، بچه ها استرس دارن چون من دیر کردم. تقصیر من بود. باید من خودم دیر کردم، خودم عصبانیم، خودم داد میزنم سرشون. الان اینجا نشستن ساکت با استرس فراوون. همین بریم دانشگاه امتحان بدیم تا ببینیم بقیه روز چطور میگذره. ظهور امام زمان رو نام ببرید. 2 مورد از ویژگی‌های وقتی صدا رو نوستم میفهمید. خودت میفهمی تو خودت فوش شده فریبا. فوش بدید، خودتون رو کنید، سری باشید. بیا دیگه سکوت کردین، دیگه ترسیدین دیگه این ترسه، این استرسه. به من میگن بتمنی، دل نمیدم سرسری. از اونجایی که تو ویدیوی کم خیلی صدامو دوست داشتین میخوام دوباره براتون بخونم. چی بخونم؟ با من میگن بتمنی، دل نمیدم سرسری. من لباسای زفتری دلم میبرم سر کسی. من اینجوریم و هیچ کسی نمیرسه به پنج کسی. بتمنی. مامان بابای خوبم برای آینده من آب بهتر است یا ثروت؟ امتحانم تموم شده، از سارما دارم یخ میزنم، بعد گرسنه شدید اومدم اینجا. بعد چیزایی که موجود داره خیلی محدوده، احتمالاً استیک میگیریم، بعدا میخوایم بریم اونجا مصاحبه. بعد اینکه داره دیر میشه بازم و کلا من توی لوپ گیر کردم که همه چیز داره دیر میشه. بچه ها سرگردن است 85 تومن. بعد اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر نازکه و هیچیه. نونش خوشمزه است ولی فکر کنم بربریه. آره؟ نه
توسته ولی توش چی نیست. آره هیچی نیست بچه ها توش. آقا مصاحبه کاریم تموم شد. اوکی بود، بد نبود، ولی هنوز نمیدونم. دیدیم وقتی خیلی گرسنه اصلا دیگه مغز تندل نمیکنه. الان در همون وضعیتم، یعنی اصلا برام مهم نیست که چاق میشم یا فست فود دارم میخورم، فقط دلم غذا میخواد. و اون استکی هم که تو دانشگاه گرفتیم هیچی نبود. یکی بود تو ویدیو قبلش میگفت این آخرین باریه که چیت میکنم و قرار لاغر شم. الان گفتم دلیلشو. بعد از یک روز سخت که من هم امتحان دادم هم رفتم مصاحبه کاری هم خوابم میاد، خستم، حقمه، وزن کم کردم، حق من آقا، حقمه. الله بچه خوشمزه است. یه مزه برگر نداره واقعا یکم. کلا تخصصی برگرن. آره نه همه چی دارن ولی واسه برگراشون بیشتر معروفن. خوشمزه است بچه ها. اصلا بستنی دوست ندارم. بچه ها من اصلا فن بستنی نیستم ولی اینجا همه چی خیلی خوشگله. یکی دیگه داره پشتم بلاگ میگیره. بچه ها خواستیم به نشانه اعتراض بستنیمون رو بذاریم و بیاییم ولی رومون نشد. بعد خواستیم نقد کنیم که یا آقای اینجوری بود که نه اونقدر هم بعد نیستن مشتریشون اصلا اینا دیگه رومون نشد و اینکه خیلی سرده و از مقنعه داره حالم برم میخوره. احساس کنم دارم خفه میشم. بعد مقنعه الان تنها راه گرم کردن سرمه و همین باید ادامه بدیم با مقنعه. جیش دارم. آقا اومدیم یه کافه چای بخوریم. بعد این کلاه هم کلاه یکی از بچه هاست. اصلا نمیدونم بهم میاد یا نه ولی هرچی باشه از مقنعه قطعا بهتره. بچه ها رفتن. بچه ها اینجا دستشویش انقدر تاریکه و ترسناک، خیلی تاریکه اصلا عجیبه. الان من فلش زدم، اگه فلش نمیزدم اصلا امکان نداشت منو ببینید. فقط این نورای اینجا رو میبینید، فقط اینا روشن میشه و یه چند تا دیگه اون بالا. تو شاید باورتون نشه اومدیم جیگر بخوریم. باورم نمیشه، به خدا سر دلمون میمونه، واقعا سر دلمون میمونه. بعد از اون غذایی که خوردیم و ساندویچ و سیب زمینی و سالاد سزار و بستنی واقعا جایی برای جیگر نیست. یه لحظه گفتم بویش جیگر میاد، دلم جیگر میخواد. جیگر رو خودت داد. آره خودت. داشتم بو میکشیدم بعد یهو همشون گفتن که بریم جیگر بخوریم. بعد تک گفتیم هر کی تک بیاره باید نمیدونم یه کار باید برای بقیه میخرید یا چی نمیدونم. یکی از بچه ها تک آورد. اومدیم نمیدونم میخوایم واقعا جیگر بخوریم یا نه ولی ساعت دیگه نزدیک 12 احتمالاً داره میبنده. و اینکه سرده بچه ها، سرده و لباس هم فوق‌العاده کمه. بچه ها کنسل شد، خدا رو شکر قراره شب آروم بخوابیم. سلام، صدای منو میشنوید از فردای دیروز. آقا دیشب تا ساعت 11-12 رسیدم خونه دیگه. خیلی خسته بودم که بخوام ویدیو بگیرم. برعکس دیروز و پریروز که کلی کار انجام دادم، امروز کار خاصی نکردم. تا 2-3 که خواب بودم، یعنی کم بوده خوابای این هفته یکم جبران شد. بعدم کلا تو رخت خواب بودم، خیلی بد اخلاق و کسل. بعد میخواستم برم یه سر باشگاه که باشگاهمون دارن تعمیرات انجام میدن.
بسته است. یه ذره پول اومده دستم، میخوام برم لباس بخرم، سریعا برم لباس بخرم. برای همین دیگه با یکی از دوستام هماهنگ کردم که ببینمش. ساعت فکر کنم الان حدود 6 و نیمه، هوا هم تاریک شده و ولاگ گرفتن بیرون از خونه سخت میشه، اما حتما براتون میگیرم از کارهایی که قرار انجام بدیم. فردا امتحان دارم و متاسفانه امتحان آخرم نیست، یه دونه مونده به آخره و شنیدم قرار فردا تعطیل شه. کل تهران قرار فردا تعطیل باشه و خب بد میشه دیگه، میدونید برنامه امتحانا به هم میخوره و از اون ور طولانی تر میشه و من دیگه خستم و واقعا نمیکشم. بچه ها تمام کفشامو تمیز کردم، شستم، بعد اینجوری زیر رگالم گذاشتم، بوتم تمیز کردم، بعد توشو پر کردم از این کاغذا که یه خورده این چروکاش اوکی شه. حالا امیدوارم که اوکی شده باشه و احساس میکنم گوشات شده اینقدر چپوندم توش. آقا فکر کنم فردا تعطیله، نه تنها فردا تعطیله، تا آخر هفته تعطیله و امتحانام هم 2 تا از امتحانام مونده. نمیدونم باید خوشحال باشم که تعطیلم، ناراحت باشم چون امتحانام بمونه خب خیلی بده دیگه، دوستش هم تموم شه این هفته کلا. الانم رسیدم اینجا، برم ببینم یه مغازه تخفیف خیلی خوب گذاشته، برم ببینم چی میتونم پیدا کنم. تعطیله، ببین چقدر تخفیف خوب خورده. خب پولمون تموم شد، لا 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 لا. حالا وقتشه که بریم خونه. بچه من کلا تو این ولاگ خیلی رندومم و کاملا دارم کارهای رندوم انجام میدم، اما واقعا شاید باورتون نشه زندگی خودم همینقدر رندومه. با زندگی واقعی من دارید آشنا میشید و اینکه سرده ها.